میخوام توی کمتر از 1 دقیقه 3 تا از بزرگترین ترساتو از بین ببرم. شماره 1، میترسی که مردم در مورد چی فکر میکنن، در حالی که حقیقت اینه که مردم اصلا بهت فکر نمیکنن. جدی میگم، اونقدر برای مردم مهم نیستی که خودت فکر میکنی. کافیه یه سر به جاهای مختلف بزنی، میبینی که همه مردم درگیر مشکلات خودشونن، نه تو. شماره 2، میترسی شکست بخوری، در حالی که به نظر من شکست خوردن اینه که تو الان بشینی و از ترس شکست هیچ کاری نکنی. تو باید توی مسیر اشتباه کنی و از اون اشتباه‌ها یاد بگیری و معنی این شکست نیست. شماره 3، میترسی که آماده نباشی، به خاطر همین عقب میندازی و شروع نمی‌کنی، در حالی که آدمای موفق هیچ وقت به خاطر اینکه آماده بودن شروع نکردن. آدمای موفق فقط عملگران، شروعشون رو به خاطر اینکه میترسن و آماده نیستن به تعویق نمیندازن، همون جوری که هستن شروع میکنن. اگه میخوای بدونی چطوری باید این عملگرایی رو یاد بگیری، پیجمو داشته باش.